ما غیر از رفته خبر گرفتن چاره دیگر نداریم. ما را ضرور است که همه چیز را خبر گرفته، زنده بودن یا مرده بودن آتش را معین نماییم. قماندان، تا حال با ما نگفتند که آن پاره‌های جسد با قماندان آتش تعلق دارد. ای نوازکر، باز با یادمان نهار. ببخشید قماندان. نه او باید زنده باشد. آخر او آتش است. تا جسدی او را نبینم باور نمی کنم که او مرده است. من هم قماندان. آماده شوید، براه میبراید. اگر او تا حال زنده باشد پس بگذار هر یک نفسش با او شفا بخشد. تا رسیدن ما به آنجا روز از برایش توی گردد. با پیش بچه ها، راه همان طولانی است و وقت همان کم. آتش ما را انتظار است. اطاعت قماندان. پدر، یک لحظه اجازت می دهید؟ زود باشید. میدونم شما هم مثل من آتش رو پیدا کردن میخواهید. او رو زنده دیدن میخواهید. فیض‌الله، اکای مجاهد، خواهش میکنم دوست داشتم رو به نزد من گرفته آورید. میاریم. قول میدهیم که برادر ما را یافته میاریم. شما هم باوری دارید که او زنده است ها؟ البته که باور داریم. من هیچگاه امیدم رو نمیکنم، چون که میدونم آتش زنده است. اگر اون میمرد من این رو حس میکردم. آتش زنده است. او نفس میکشد. بگذار نفس کشد، چون ما او را پیدا کرده میاریم. عیناً همین خیر. تو غمگین نشو. ما خودی حاضر برآمده در کجایی که نباشد او را پیدا کرده میاریم. خوب؟ امیدی تو راه مشکل ما را آسان میگرداند. خوب؟ سفرتون به خطر بود. خودتون رو احتیاط کنید. او در درون است؟ بله، در اتاق درونی است. فهمو. ما رو در بیرون انتظار شو. خوب شد از خانم ایلین. تو چی میخواهی؟ امنیت من و اهل عائله‌ام رو تامین میکنید. لازم آید به خارج هم میروم. چی تا فهمیم که تو حقیقت رو میگویی؟ این آدم ها تروریسم را جانبداری میکنند. پشتیبانی گروه های افراطی میباشند. قسم زیادی آنها رو ما میشناسیم. روزهای آخر به چی مشغول شدن آنها را نمیدانید.
سامی و درگان با یکدیگر شریکند. شما نمیدانید که امروز آنها با کی و چه گپ‌ها گفتند؟ як лаҳза драган гуфтӣ? بله. одаме ки онҳо вохӯрданд кист? گویم که خوجین کلانی. номаш؟ این را من تنها به یک آدم میگویم. ба кӣ? به یوز کرسو. явуз ин гапу корро аз куҷо медонад? گویم که این مسئله شخصی